یک مرد کلانسار با دختر 14 ساله ازدواج کنه جواز داره؟ اگر دختر راضی است و مرد راضی است، پس چه کسی میتونه در زندگی مردم دخالت بکنه؟ یه دختر میخواد با یک مرد ازدواج کنه 40 سال سن داره، خوشش آمده از اون مرد، با ما چی غرض؟ چی کسی حق اعتراض داره؟ وقتی یک دختر خودش جوان شده، انتخاب داره، از مرد خوش آمده که 40 سال سن داره، از مرد خوش آمده که 50 سال سن داره. حضرت عایشه مادر ما سن کوچکی داشتن، جوان بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید خیلی سنش از حضرت عایشه مادر ما بلند بود، خیلی زیاد بلند بود، ولی حضرت عایشه مادر با اختیار خود با رسول صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد و بهترین هم زندگی داشتن. پس اگر یک مرد کلانسال با دختر 14 ساله ازدواج بکنه چی مشکل داره اگر راضی هستن؟ به جبر نباشه. ولی اگر به جبر باشه باز این نکاح نیست. خود دختر انتخاب کرده، خوشش آمده از کسی که سنش به 40 رسیده میتونه ازدواج بکنه با امرش. هیچ کس نمیتونه در زندگی دیگران دخالت بکنه. یک کسی یک دختر زیبا را گرفته، یک کسی یک دختر سیاه را گرفته. کسی برش میگه چوری دختر سیاه را گرفته، خود زیباست، میگه تو رو چی غرض؟ خوشم آمده بود. تو چی حق داره در زندگی من دخالت میکنی؟ من از این خوشم میآید. پس ما نمیتونیم که به زندگی دیگران دخالت بکنیم. ولی اگر او در مسیر ناحق حرکت داره، میتونی باز به او راهنمایی بکنی که امر به معروف و نهی از منکر است. اگر خداوند سرنوشت رو نوشته، پس چرا در روز قیامت از ما سوال میشه که با این سرنوشت چیکار کردین؟ سوال به خاطر امی میشه. تمام چیز را به ما فرستاد و از ما پرسان کرد الستو بربکم، همه جواب گفتیم قالوا بلا. پیش از اینکه ما به دنیا بیاییم، همون میثاقی که الله از ما گرفت در روز میثاق پرسان کرد من پروردگار شما نیستم؟ همه ما گفتیم قالوا بلا. به خاطر که ما بعداً اعتراض نکنیم که یاد ما رفته بود، ما یاد ما نیست، کی گفتیم؟ ما انبیا را روان کرد که به یاد ما بده، کتاب ها را روان کرد تا به یاد ما بیاوره، قرآن فرستاد تا به یاد ما بیاوره، علما را فرستاد تا به یاد ما بیاورن، صلحا و اولیاء را فرستاد تا به یاد ما بیاورن. پس الله رب العزت و الجلال به بنده اختیار داده، او راه خوب و بد نشان داده، انتخاب به دست خودت داده. تو میتوانی یک گلاس شیر بنوشی یا گلاس شراب بنوشی، اختیارش داری. الله جبر نکرده. باز روز قیامت باید از تو سوال کنه که چی کردی؟ با این که قالوا بلا گفتی، با این چی کردی؟ آیا در اطاعت خدا باقی ماندی؟ آیا ثابت قدم در دین خود ماندی یا دین رها کردی؟ سوال کردن مادر که نماز حاجت چه وقت و چگونه خوانده میشه؟ سنت نماز صبح چه قسم میخوانی؟ دوره که سنت صبح این به قسم خوانده میشه. ایره هر وقتی که میخوانی نماز دوره که نماز بخوان، نماز نفل است، نیت نفل داره و باز بعدش هرچی از خدا میخوایی بخواه، اگر در خیر تو باشد الله نصیبت میگردانه. دعای بنده را الله رد نمیکنه، یا برش ذخیره میکنه یا برش میته یا گناهش پاک میکنه. پس هیچ وقت دست از دعا کوتاه نکن. مادر زیاد دعا بکن، فرصت برای دعا بده، حداقل 10 دقیقه خود دستت بلند بکن به سمت الله. گاهی وقت به سمت شوهر دست بلند میکنی یک روز تمام که برش میگی پول بده پول بده پول بده پول بده، یک بار هم 10 دقیقه به خاطر خدا. ببین که الله رب العزت و جل قفل دلت باز میکنه، به خواسته هایی که مشروط تو را میرسانه. دعا بکن. آیا تفسیر قرآن کریم را علما نوشتن یا خداوند فرموده؟ تفسیر قرآن کریم را اکثرش رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرده و بعضی استنباطات داره که علما، کسایی که الله جل مجدود شرح صدر برشان داده و تفسیر کردن قرآن را. برای اشخاصی که مرض سرطان دارد لطفاً دعا نمایید الله شفای عاجل و کامل نصیبشان بگردانه. به کل کسایی که مریض هستند
هر مرضی که دارن الله شفای عاجل و کامل نصیبشون بگردانه. مادر، این مرض ارزش تو را بالا میبره. مرض علامه بدبختی نیست. عالم در بین مردم یک عادت است، یک کسی که مریض باشه چی میگه؟ خدا او را زده. نه، خدا او کس را زده که در گناه و معصیت است. خدا او کس را زده که به دیگران میگه خدا زدیشه. مرض، یک زن پیش پیامبر آمد صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله من مرض میرگی دارم، وقتی که میغلطم لباس از بدن من دور میشه، گاهی وقت کشف عورت میشه، خیلی مرا آزار میده. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که صبر کن مادر جان، صبر بکن که خیلی اجر داره. صبر در مصیبت خیلی اجرش بالاست، خیلی تو را به الله نزدیک میکنه. ببین اونایی که مریض میشن چقدر الله الله میگن. باز او زن گفت یا رسول الله صبر میکن ولی دعا بکن که امین لباس از تن من وقت افتادن از تن من دور نشه که کشف عورت نشم. بازیر پیامبر دعا کرد در حقش. کسی که مریض سخت باشد در بستر خواب باشد میگوین که گناهش کم میشد. اگر او تقوا بکنه، اونجا یاد خدا را بکنه، نماز بخونه، هیچ گناه برش نمیمانه، کم میشه، نه هیچ گناه نمیمانه، پاک میشه و توبه بکنه از گناهان خودش، هیچ گناه برش نمیمانه. دختری که دلش نبود با پسر مامای خود ازدواج کند، پدر و مادر او را آماده عروسی کردند، اما دختر در نکاح گفت قبول ندارم. یک دختر دیگه به جای او بله گفت. آیا نکاح اینها صحیح شده؟ نه، به هیچ صورت نشده. اما دختری که بله گفت اون رو برش تسلیم کنه. این نکاحش نشده، وقتی او خانه هست این به جبر میبرن، به او زنا کردن، روان هستن. نکاح با این نشده، کسی را برده که نکاح نیست، او زنا هست. برای زن در وقت بلند شدن از رکوع ربنا لک الحمد گفتن چی است؟ سنت است. ربنا لک الحمد گفتن سنت است. قرآن کریم چرا 7 منزل داره؟ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم ترتیبی به خواندن قرآن برای خودشان جور کرده بودند که به 7 روز قرآن را تمام میکردن. هر روزی که تمام شد، هر روزی که چه اندازه میخواندن او را یک منزل جور کرده بودند، یک مرحله. در 7 روز قرآن را تمام میکردن. ولی امروز یک خواهر و یک برادر شاید بعضشان در ماها یک صفحه قرآن نخوانند، در ماها یک صفحه قرآن نخوانند. ولی اصحاب پیامبر هم زنانشان هم مردانشان قرآن زیاد میخواندن. عایشه مادر ما حافظه قرآن بود، حافظ قرآن بود. پس 7 منزل به خاطر همین میگویم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.